سلام آقا. بعد از آخرین تک خامنه‌ای و چنگ و دندون شکسته‌ای که عظما به اکبر شاه نشون داد، خیلیا گفتن احتمالاً طرف جا خالی میده و خلاص. ولی این اکبر کوسه هر کاری کرد نتونست طاقت بیاره و قده و قوده و شکمبه رو جمع کرد و جواب خامنه رو اینطوری داد. رفسنجانی در حسینیه جمکران: حتی رهبری ما که جنبه اسلامیت نظام بر عهده اوست در انتخاب 2 مرحله‌ای برگزیده می شود. دلیل این کار آن است که توده مردم نمی توانند شرایط رهبری را تشخیص دهند و این کار از عهده مجتهد برمی آید. تو این لشکرکشی کوسه خیلیا بودن، از حسنک خمینی تا خوینی ها و اون یارو ملا فیگور یعنی خاتمی. خلاص کوسه هر کی که یه نیشی از ولایت خورده بود و جمع کرد تا سنگاشو با خامنه صاف کنه و بهش بگه اسلامیت و بردار جمهوریتشو بده ما، چون این که نظام اینطوری به روغن سوزی افتاده مال جمهوریتشه. چند سالی است که جمهوریت نظام مشکل پیدا کرده است. متاسفانه در تشخیص صلاحیت‌ها و رأی گرفتن‌ها و رأی خواندن‌ها مشکلاتی پیش آمد که برخی به دولت و هیئت اجرایی باز می‌گردد و برخی هم به هیئت نظارت که اگر خوب انجام شود جمهوریت نظام حفظ می‌شود. عرضم به خدمت انورتون که منظور این اکبر شاه از قاچ کردن نظام به 2 نیمه جمهوریت و اسلامیت اینه که میگه اوی سید علی که ولی فقیهی فرمون اسلامیت رو بگیر، ما هم فرمون جمهوریت رو. اگه یادتون باشه قبلا مثال ملکه و پادشاه تو کشورهای اروپایی رو هم میزدن، یعنی که تو یه چوب خشکم باشی کافیت عظما، یعنی طرف میخواد هر چقدر جا داره خامنه رو عقب بشونه و خودش بیاد جلو. واسه همینه که اون یارو کواکبیانم دم عیدی افتاده دنبال خونه تکونی. کواکبیان از مهره‌های باند رفسنجانی روحانی: اسفند ماه خانه تکانی است و ما می‌خواهیم در مجلس خانه تکانی کنیم. حالا اینم بهتون بگم که اکبر شاه و رفقا بعد از اینکه دیدن چپ کردن میز انتخابات به ضرر خودشونم هست، حالا رفتن تو خط رفراندومیزه کردن انتخابات. یعنی به قول خودشون میخوان یه کاری کنن عزیز دردونه های ولایت مثل جنتی لعنتی و احمد خاتمی خرچنگ اونقدر کم رأی بیارن که حسابی بخوره تو سرشون. البته اونا هم که طرح اینا رو فهمیدن شروع کردن به علم شنگه. آخوند احمد خاتمی: انگلیس و رسانه‌های بیگانه میگویند به احمد خاتمی، جنتی، یزدی، مصباح و علم الهدی رأی ندهید. ای فضولها! هفته لجن پراکنی ضد انقلاب علیه کاندیداهای ولایی است. تازه به کوسه میگن بیا علیه BBC موضع‌گیری کن، اما کوسه همچی بدش نمیاد BBC براش تبلیغ کنه، واسه همین هیچی نمیگه. بعدم کدوم رأی؟ جفتتون ول معطلین. آخه کی به شما آخوندهای باریش و بیریش رأی میده؟ نه این خوبه نه اوشون، لعنت به هر دوتاشون. رأی مردم ایران کل پا شدن کل نظامه، اینو موشکاف و بیننده هاش خوب میدونن. تا فردا خداحافظ همگی.